باقری به عقب. یه بار دیگه پتروویچ. خود پتروویچ به روی دروازه، یه فرصت برای پیروزی توی دروازه. یک وقت حساب کار رو 1-0 میکنه. روی یک ارسال ساده از سمت چپ، غفلت مدافعین میانی. کریم باقری موفق تر از فشنگچی، پاس رو به بیرون. کریمی خودش روی پای چپ، علی کریمی ببینیم ضربه رو میزنه یا نه. قصد داره که به سمت خط کورنر بره. یه بار دیگه از راه دور این ضربه نهمین خطای پیروزی رو مرتکب میشه. یه بار دیگه فرصت برای صباباتی، این ضربه و روی تیر دروازه فرود میاد. فشنگچی میزنه توپ مستقیم، حتی اگر قصد این رو هم نداشت. ضربه کریم باقری رو پاش ننشست، میخواست سرزرب به سمت دروازه. حالا باقری و باز هم ارشاد یوسفی. مس با راهن، سپاهان با داماش، سایپا با استقلال اهواز. ببینیم با این توپ چه کار میکنن. فرصت برای صباباتری، این ضربه دومین کورنر صباباتری رو میزنه به روی دروازه، روی تیر یک درون شلوغی و توی دروازه فریدون فضلی. نیکبخت میزنه مستقیم به سمت دروازه و توی دروازه. نیکبخت و پرسپولیس 2 گله میشن. 2-1. پاس رو به عقب، یه موقعیت برای شوت زنی کریم باقری. کورنر شکل میگیره. عادل کلاهکج، نوری، محمد نوری پشت محوطه جریمه. 1-2. یه موقعیت و واسم توپو دور میکنن. همچنان فرصت فضلی، ببینیم چی کار میکنه. حالا ضربه رو میزنه و توی دروازه حساب کار 2-2 مساوی میشه. هنوز دیکارمو تعویضش انجام نگرفته. یه فرصت، موقعیت تک به تک از بیاتینیا. ببینیم گل سوم رو میزنه تیر دروازه ما. محسن بیاتینیا در مسافی تک به تک، اشکش داره جاری میشه از اینکه نتونسته گل بزنه. چرد داره به سمت دروازه خودشون میره. حالا کریمی توپ رو میگیره یه بار دیگه. حالا فرصت تک به تک، ببینیم که میتونه دیکارمو ضربه رو بزنه یا نه. و این توپی که به بیرون میره.